زمینه به آقا افتخار میکنم. خیلی دوستش دارم آقا، افتخار میکنم بهش. راهش ادامه میدم با بچه هم، راهش ادامه میدم. بسیار راضی است. این ملت مبعوث شده چه ملتی رو تربیت کرده. وارث خون حسین. نه فعلا به معنای واقعی نتونسته انتقام رهبرمون رو بگیره. ایشالله هیمنه اینا رو تو دنیا بزنیم به هم. انتقام رهبری رو گرفتیم. انتقام رهبری شخص ترامپ و نتانیاهو نیست. هیمنه اینا تو دنیا باید شکسته بشه و اخراج امریکا از خاورمیانه. من مادر هستم و خیلی خیلی بیشتر از محبتی که یک مادر به فرزند خودش داره. من واقعا دلتنگ رهبر شهیدمم، ولی خب این بغض تو گلومون نگه می‌داریم تا فرج امام زمان. این بغض تا ابد توی گلوی ما میمونه و انشاءالله که همه دست در دست هم، دولت، مردم، ارتش، انشاءالله انتقام رهبر شهیدمون رو میگیریم. نمی کنم که وقت رفتنه، تابوت رهبرم روشون. میگن خدا حافظ، دستان به نشانه ودا بیاد بالا.